سلام بچه‌ها، سلام فایشه عزیز، وقتتون بخیر باشه. امروز می‌خوایم بریم ببینیم که چجوری با هم میتونیم جوپیتر نوتبوک رو سیستممون نصب کنیم. ما می‌خوایم به چی برسیم؟ می‌خوایم که ما CMD مون رو، من CMD جدید باز کنم. CMD مون رو باز کنیم و بنویسیم جوپیتر نوتبوک و برای ما جوپیتر نوتبوک باز بشه به این شکل و ما بتونیم فایلای جزامون که به صورت جوپیتر نوتبوک هست رو ببینیم اونجا. مثلا الان لکچر یک رو من باز کنم، اینجا مثلا فایلای لکچر یک رو. خیلی خوب، من جوپیتر نوتبوک همو میبندم، از اینجا میبندم، از اینجا هم خاموشش میکنم و تمام. برای این کار من حتی این تبم میبندم. بنویسین اولین کار باید، یعنی 3 تا مرحله داره. اول باید پایتون نصب بشه، بعدش باید پیپ نصب بشه و بعدش جوپیتر نوتبوک باید نصب بشه. خب بریم مرحله به مرحله ببینیم چیکار کنیم. و می‌نویسیم پایتون for Windows download. خیلی سایت اولی که میاد سایت رسمی پایتونه. حالا اگر مال شما دقت کنید که www.python.org باشه. و بریم سراغ یه نکته خصوصیت ورژن های پایتون بگم که ببینید مینتیننس استاتوس اینا، میخوام هر کدوم بگم معنیش چیه، اینا خوبه که بدونید. مثلا ورژن صدا، اولا که پایتون ورژن های مختلفی داره، یعنی مثل برنامه که مثلا نسخه میدن بیرون، پایتون هم مثلا نسخه های مختلفی داره که حالا مثلا 3.9 حالا فعلا هست رو سایتشون تا 3.15. مثلا 3.9 الان میگه دیگه مثلا یا ساپورت دیگه نمیخواد. دقت کنید مثلا شما دیگه اند اف ساپورت 31/10/2025 که خب گذشته دیگه، الان ما 19/11 هستیم 2025. و خب خوبه که مثلا کسی که 3.9 بیاد پایتونشو یه جور برنامه‌اش ورژن جدیدتر نصب کنه، چون دیگه ساپورت نمیکنن در واقع اون پایتون. نه اینکه پایتونتون کار نکنه، بخواد یه مشکلی بخوره، باگی بخوره دیگه، چون ورژن قدیمی تر هست ممکنه مسئله داشته باشه. مثلا حالا خود پایتون هم که خب کد کاملی که نیست، یه جاش ممکنه باگ داشته باشه، یه جاش خوب کار نکنه یا پرفورمنسش پایین بشه. خوبه که مثلا ورژن‌های مثلا استیبل تر، حالا نمیدونم جدیدتر، مثلا یه وقت 3.14 خب با 3.10 بیشتر کار کردم خودم و 3.14 هم کار کردم تا حدودی. 3.10 خیلی نکته روش نبود، خب استیبل بود. الان نگاه کنید شما مینتیننسش رولت سکیوریتیه، یعنی در واقع امنیتیشو در واقع چیز میکنن. این حالت باگ فیکسه. باگ فیکس یعنی این که ارزم خدمتتون یه سری باگ داره هنوز این پکیج رو دارن، باگای اون پکیج رو فیکس میکنن. ولی خب یه ترید آفیه دیگه. شما نکنید مثلا 3.10/10/26 اند اف ساپورتش، اینم شما در نظر بگیرید. حالا برای کار ما خیلی تفاوت آنچنانی نمیکنه. شما میتونید همین 3.14 رو بزنید و نصب کنید. مثلا من برای مثال الان اینو میزنم و دانلود میکنم، مثلا که موقعی که دانلود شد باز بشه. خب نه از کند شد. خیلی خوب، غیر از این ما پیپ هم باید نصب کنیم. همینی که الان اینجا نوشتیم و سیم پیپ فور ویندوز. خب سایت اول یه داکیومنتیشن خیلی خوبی و واسه نصب کردن پیپ آورده. من این اپروچو که رفتم استیبل تر از اپروچ های دیگه بود. به نظر من شما همین کارو بکنی. خیلی خوب،
فرض کنید که ما پایتونمون رو نصب کردیم. بذارید نصب هم بشه که توضیح خاصی نداره، صرفا نصب کردن بازی میمونه. خیلی خوب، ببینید همین این پنل براتون باز شد، روی اینستال پایتون بزنید و پایتون براتون نصب میشه و ببندید پایتون. خب یه نکته‌ای هم داره روی نصب کردن پایتون. وقتی پایتون براتون میخواد وقتی براتون نصب شه، یه حالت سی ام دیتور اینجا براتون یه سری پیامایی میاد، شما روی وای بزنید، بذارید مثلا اینو نصبش کنم. 3.4 رو سیستم هم ندارم من، با هم نصبش کنیم. خب مثلا الان ارورش اینه که این ارورش اینه که این فایل داره مثلا یه جای دیگه توی برنامه دیگه استفاده میشه. حالا من این که کدوم پروسس داره ازش استفاده میکنه، احتمالاً به خاطر اینه که من پایتون روی سیستمم نصبه، حالا رو پروژه هایی که باز دارن از اون نسخه پایتون استفاده میکنن، برای همین نمیتونم اووررایتش کنم، چون در واقع رو جزء برنامه‌های توی برنامه دیگه داره ازش استفاده میشه. برای همین حالا به مشکل میخورم. راه حلش واسه من چیه؟ کل برنامه ها رو ببندم، روش کلیک کنم و نصب بشه. منتها حالا میشه این کارم کرد. من احتمال میدم که از این پروژه هایی که باز دارن از پایتون استفاده میکنن، یا اینم ممکنه باشه. بروزر رو رایت میدونم، یه بار دیگه تستش کنم. بله حدسم درست بود. میگه که میخوای بعد باز کنم این اینستالیشن رو، میگم بله، اپ اینستالر رو هم باز کن. چی به من گفته؟ من گفته که خیلی خوب، بسم الله چی نفرت کنم. خیلی خوب، این نکته خیلی خاصی نداره، فقط یه پای مثلا لگسی کده. حالا میخوای مثلا لگسی کد یعنی کدهای قدیمی که میخوان از شرش خلاص شن کم کم و هنوز یه جورایی هم نگهش میدارن، هم ولی خب میخوان یه جوری هم بگن که آقا پاکش کن، نمیخوایم دیگه از این استفاده کنیم و اینا. یا آقا مثلا این پایی که داریم پای دستور پایتونیه، یا هنوز نصب داریم اون ورش داره فلان و اینا، حالا ما فعلا میذاریم باشه. میگه یعنی اینجا پاکش کن که این فعلا باشه. حالا میگه که این شاید یه ذره فرق کنه. الان فهمیده پایتون نصبه، صرفا میگه پست اضافه کنم یا نه. پس چیه بچه ها؟ مثلا شما یه تبه دیگه من اینجا باز کنم، می‌نویسین پایتون دشتش ورژن. خب این دستور چیه؟ پایتون خب که پایتونه، کامند پایتون. دشتش ورژن کلا چیکار میکنه؟ ورژن بهتون برمیگرده، مثلا پیپ دشتش ورژن، خب بهتون ورژن پیپی که نصبه رو برمیگردونه. عرضم به خدمتتون. خب حالا ما مثلا نوشتیم پایتون دشتش ورژن، این کجا میدونه که مثلا باید بره واقعا پایتون رو پیدا کنه؟ نمیفهمه. خب ما باید بهش بگیم چجوری؟ توی انوایرمنت هم سیستم انوایرمنت وریبل چیکار میکنه؟ توی انوایرمنت وریبل بریم،
یه باری من چون توضیح ندادم فقط رفتم توش، یه باری من توضیح بگم. این environment رو سرچ کنید، edit environment variable for your account میزنید. اگر حالا این پرستون باز نشد، شاید روی این هم بریم. میخوام بعضی بچه ها شاید یه چیز دیگه برن که همین الان با هم دیدیمش، میخوام رو اون توضیح بدم که حالا خیلی خوب رو همین توضیح میدم، مشکل نداره. ولی خب حالا اگه که اون پنل هم واسه تون باز شد، این پنل، اگه این پنل باز سیستم پراپرتیز باز شد، روی environment variable بزنید. نه که خواستیم مستقیم بریم که اونو دستش شده، این کامندشو میگم، کامند سرچش روی استارت با هم منو استارت. خیلی خوب، عرضم به خدمتتون که ما دو جور وریبل داریم واسه یوزری که الان دارید و سیستم وریبل که وریبل های سیستمی تونن واسه کلن واسه سیستمتون تعریف میشن. جنرال یوزر وریبل فقط واسه اون یوزرتون تعریف میشه، یوزری که الان باش لاگین. ترجیحاً بیاید سمت سیستم وریبل که با چیز دیگه هم لاگین کردین، یوزر دیگه هم لاگین کردین داشته باشین. خب ما یه پسی رو اینجا داریم، اگه ندارید خب اینجا بسازید، یعنی یه وریبل نیم پس بنویسین و به این شکل، و حالا یه دایرکتوری رو واسه میتونم میگم مثلا چجوری براوز کنید. خب اینو داشته باشین. عرضم به خدمتتون که آره همین. خب من فکر می‌کردم که چی رو می‌خواستم توضیح بدم. آره وریبل ها رو می‌خواستم، این environment وریبل ها رو می‌خواستم توضیح بدم. ببین اینجا گفتم که سیستم در واقع اینجوریه که پایتون داشتش ورژن رو میزنید، میگه من از کجا بدونم این پایتون چیه. خب من فقط مثلا تو الان مثلا من الان پی اس فرضاً الان پی اس سیستمم نصبه، من بنویسم پی اس داشتش ورژن، نمیگیم مثلا من پی اس رو نمیشناسم. خب باید چیکار کنید؟ در واقع شما برید براش تعریف کنید، بگید مثلا اون فایل دات اگزتون رو بهش بگین کجاست. خب مثلا فایل دات اگزه پایتون من کجاست؟ توی درایو سی، توی یوزرز، توی اسم اون یوزر در واقع لاگین شدن با ویندوز هم، ولی مثلا ای حبیبی. بعد میام پایین توی اپ دیتا، توی لوکال. فکر کن بعضی بچه ها این اپ دیتاشون، من یه نکته بگم، اپ دیتاشون حالت هیدنه. یه دو تا راه داره، میتونید اینجا بنویسید اپ دیتا، به تو اپ دیتا تو این پوشه، یعنی بنویسید اپ دیتا تو اینجا. خب اینجا این یه بار دیگه بیام اینجا، مثلا اینجا این اپ دیتا رو نمیبینید. خب به این شکل نکنید. مثلا من کاری کنم اپ دیتا رو نبینم، بذارید ویو آره هیدن آیتم برداشتم. آره هیدن آیتم ها رو نمیبینم، نکنید اپ دیتا کوش نیست. خب چیکار میکنم؟ اینجا نویسم اپ دیتا، میرم داخل پوش اپ دیتا. دقت کنید که باید تو اینجا باشین، چون دارید دایرکتوریش اضافه میکنید، یعنی توی همین پوشه یوزرز و اسم یوزرتون باشید. یا راه دیگه اینه که خب بزنید روی ویو شوز و هیدن آیتم. حالا نسخه‌های مختلف ویندوز فرق میکنه.
حالا واسه ویندوز 11 است. خیلی خوب، لوکال. بعد میایید پایین توی پایتون. پایتون شاید توی پروگرامز باشه. بله، توی پروگرام زمانه پایتونه و خب ورژن‌های مختلف پایتون میگن نصب دارم. مثلا 3.10ش اینجاست. اینو ببخشید. اینو باید بریم به چی؟ اینو باید بریم به پسمون که وقتی میزنیم پایتون فلان بشناسه منظور چه پایتونی هستش. ما این پس رو کلا این پس که میگم یعنی این آدرس دایرکتوری، این آدرسی که این بالا هست، این پس رو کلا کپی میکنی. بچه‌ها دقت کنید، مال بعضیا دیگه توی پروگرامزشون نیست، توی همون اینجا نوشته پایتون. بعضیا مثلا اینجوری پروگرامزشونه مثلا نوشته پایتون. حالا نسخه هم که نصب شده تون مال شما 3.4 3.13 یا 10 میزنید و مثلا 3.13 هم توی اسکریپتش اگه اشتباه نکنم، مال اسکریپتش البته مال پیپش رو بعدا میرسیم. آره توی همین پوشه باید باشه. خیلی خوب. توی environment variable همون edit رو میزنی. edit یعنی اون variableی که میخوایم بعد پس رو انتخاب کنید بچه. edit رو میزنی، new رو میزنی و اضافه میکنی و تمام. ناکور من قبلا اضافهش کردم اینجا. خب پس یه نیازی نیست این کار رو کنم. 3.10 من قبلا اضافه. حالا شما اوکی رو باید بزنید. بیایید مثلا من یه بار انجامش میدم، اینو پاپ میکنم. جدید اوکی تمام. خب یه بار یه CMD باز میکنم. چیکار کردیم؟ الان پایتون رو میشناسیم. ورژن داشتش ورژن. خب شناخت. این از نصب کردن پایتون یه نکته دیگه هم که داره، مثلا بهتون گفتم اینجا مال من با شما ذره فرق میکنه. پایتون قبلا نصب کردم. این داره میگه به پست اضافه کنم یا نه. شما بزنید yes، یعنی پست، یعنی پسی که الان همه توضیحش دادم میخوای به پس اضافه بشود. و آخر هم میگه میخوای آنلاین هلپ. بچه همه چیزایی که واسه شما آورد yes بزنید، غیر از این آخری که میگه میخوای ویو آنلاین هلپ رو ببینی یا نه، بگی که نه تمام. اگه خواستیم yes بزنید، نکته خاصی نداره. این از نصب کردن پایتون. این سراغ پیپ. بچه پیپ اینجوری که شما برید توی یه بار دیگه از اول پیپ فور ویندوز دانلود میزنید. داکیومنتیشن پیپ سایت پیپ داکیومنتیشن رو باز میکنید. توی این قسمت که با getpip.py هستش، با این ما میخوایم نصب کنیم. این راه حل استیبل تری هستش. بیاین اینجا توی دانلود اسکیپ فرام چی مثلا کلیک کنید، اینا دانلودش کنید بچه‌ها. اینو سیو از لینک میزنید. میتونید کجا مثلا هر جایی که خواستید دانلودتون مثلا بریزید، همونجا بریزید، مشکل نداره. بعد ترمینالتون رو باید باز کنید. اینجا باشه لینوکس، دستور لینوکس رو کپی نکنید بچه‌ها، دستور ویندوز رو باید کپی کنید. دستورش چیه؟ py get-pip.py. میتونید کپیش کنید مثل من کنترل C. بعد میید کجا؟ توی دانلودزتون، تو دانلود ریخته دیگه، کلیک راست میکنید، اوپن ترمینال، نویسید py get-p.py. خب میتونید چیکار کنید؟ میتونید کنترل V بزنید و انجام میشه. خب اینجا بخشید اینجا باید صبر کنید این اینستالیشنش انجام بده. حتی من پیپ هم قبلا نصب داشتم، ممکنه برای شما بیشتر طول بکشه. من الان آپگرید شد پیپ، من پیپ 23 پیپ 23 داشتم، پیپ 25 الان نصب شد. خب خیلی هم عالی. این از نصب کردن پیپ نکته خاصی نداره. پیپ چیه؟ آها بچه نکته راجع به پیپ بگم، مثلا دارم میگم
پایتون که خب شاید بشناسید، یه زبان برنامه‌نویسی که ما باش کد می‌زنیم. پیپ چیه؟ پیپ یه حالت پکیج منیجره که شما باش میتونید پکیج‌های مختلف پایتون رو نصب کنید. مثلا همین چی جوپیتر. حالا میزنیم جوپیتر نوتبوک فور ویندوز تا کاربرد پیپ رو ببینید. یه نکته خیلی مهم هم بگم، اینجا باز راجع به انوایرمنت وریبل هاست. خب ببینید بچه‌ها، اینو باید به پیپ هم باید به پستون اضافه کنید. خب چرا؟ چون شما مثلا برای نصب پکیج میخواید بنویسید پیپ مثلا اینستال مثلا فلان پکیج. خب حالا فلان پکیج نبود، همینجوری گفت مثلا پکیج 1. خب اینو خب بهتون گفتم که مثلا این دستور اول اینجا میاد، ویندوز باید بشناستش. پس باید چیکار کنیم؟ بعد بریم تو پسمون اضافهش کنیم، یعنی آدرس پیپ رو اضافه کنیم. آدرس پیپ کجا بود؟ کجاست؟ همون جایی که پایتون بود. پایتون کجا بود؟ درایو سی یوزری که باش لاگین کردیم. اپ دیتا کوشیناش، اپ دیتا لوکال پیپ، نه اینجا پیپ بازم پروگرام پایتون و مثلا پایتون 3.10 توی اسکریپتش که میرید، یعنی پایتون 3.10 قبلا اینجا پایتونمون که اینجاست، توی اسکریپتس چی سیوه؟ پیپ. مثلا پیپ اونجا هستش، این پیپ دات اگزی که میبینید اینجاست. خب این پس رو دوباره کپی میکنیم، میایم اینجا توی ادیت روی پس رو انتخاب میکنیم از توی سیستم وریبل، پس رو انتخاب میکنیم اگه نداشته باشیم ولی جدید بسازیم، ادیت رو میزنیم. خب اگه دقت کنید من اینجا قبلا این رو اضافه کردم، نکنید من نیو رو بزنم ببینید دقیقا همینه. خب و تمام به همین سادگی. حالا من اینو پاک کنم، اینم پاک میکنم دوباره، این دیگه اینا نزدم. اوکی یه CMD جدید باز کنیم. چه خبره؟ پیپ داشتش ورشن، بله نصبه و این از این. حالا من سراغ جوپیتر نوتبوک فور ویندوز. بچه بس پیپ چی شد؟ پکیج منیجر یعنی چی؟ یعنی اونی که میخوای باهاش پکیج های پایتون مثلا جوپیتر، نامپای، پانداز، چه میدونم پکیج های پایتون. اصلا پکیج چیه؟ پکیج مجموعه از کد هاست که بقیه قبلا نوشتن، ما صرفا ازشون استفاده میکنیم. خودمون بخوایم بنویسیمش مثل اینه که بخوایم چرخ رو دوباره اختراع کنیم، ما این کار رو نمی کنیم. خب از چرخی که بقیه ساختن استفاده میکنیم. مثل اینه که مثلا پکیج بخوای بسازی، مثل اینه که یه ماشین میخوای بخری، بری ماشین رو بسازی خودت. منطقی نیست. خب میری یه ماشین میگیری. حالا مثلا واسه پکیج منیجر همینطوره، شما کدی که بعد نوشتن میخوای نصب کنی، چیکار میکنی؟ به جای اینکه بری کداشو از کتاب برداری، کلون بگیری، بعد پروژه اضافه کنی، یه پکیج اون کفه باشه، کدی مش کدوم گوشه باشه، کلی کد باشه و اینا، پیپ استفاده میکنی. عرضم به خدمتتون که این از این. حالا بریم جوپیتر نوتبوک رو نصب کنیم. سایت اول که جت برینز کارش نداریم، جوپیتر. خب توی سایت جوپیتر لب رو نصب کنیم به نظرم بهتره، ورژن جدیدتری، حالا یکیه تقریبا، هر دوش کار ما رو راه میندازه. مثلا جوپیتر لب رو میزنید و میبینید که با پیپ داره نصب میکنه. صرفا همین دستور رو کپی میکنید و توی CMD تون باز میکنید. یه نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، مال ما قبلا چون نصب شده بود که قبلا آقا requirement already satisfied، یعنی این که داری میگی آقا قبلا نصب کردیم، ولی شما بزنید خب نصب جوپیتر راحت انجام میشه. و بعد بچه‌ها یه نکته‌ای داره، شما وقتی جوپیتر رو نوتبوک رو نصب میکنید روی این CMD تون، همون موقع نمیتونید، مثلا من اینو نصب کردم همون موقع نمیتونم بگم جوپیتر
نوتبوک، مخصوصا واسه پایتون و پیپ که هم تو پس اضافهش کردین. خب ببین پایتون رو نصب باید بکنید، مطمئن شید تو پستون اضافه است. بعد یه CMD جدید باز کنید، بنویسید پایتون داش ورژن، ببینید پایتون تو نصب شده یا نه. نمیتونید تو همون CMD تون که باز هست بنویسید پایتون داش ورژن، چون باید رفرش بشه اون CMD. برای همین میگم یه CMD جدید باید باز کنید. واسه جوپیتر نوتبوک هم تست نکردم ولی احتمال زیاد همینطوره. و بعد اینکه این انجام بشه جوپیتر نوتبوک رو می‌نویسید و خب میاد میتونید استفاده کنید. این از آموزش جوپیتر، نصب کردن جوپیتر نوتبوک به ویندوز. اگر بازم نکته سوال چیزی داشتین توی گروه بپرسین.